لوله کشی میخوام انجام بدم که ابزارش پیشمه. میخوام بهت بگم با این دوتا میخوام لوله کشی انجام بدم. با این دوتا لوله کشی که برای آپارتمان‌های 20 طبقه انجام میدم. در گذشته لوله کشی چون آهنی بود خیلی سخت بود. اینو باید یه سپایه 30 کیلویی نگه می‌داشت و باید لوله بر 10 کیلویی نمی‌برید و حدیده باید اینو حدیده می‌کرد. خیلی سخت بوده. امروزه دیگه کل این خلاصه شده تو این ابزار. ایرانی ماشاءالله همشون استعداد دارن، میتونن خورده کارهای خونه‌شون رو انجام بدن. سخت نیستش. حالا من انجام میدم، با این لباس من میخوام انجام بدم. نه کثافت کاری داره نه زمان میگیره. خیلی سریع، راحت، آسان کار خودتون. یا برش داره یا جوش داره. جوشش هم دوستان دیدید که اینا توی لقمه 20 توسط آتیش گرم شد.